شب ششم به هفتم فوریه سال 2023 در جنوب ترکیه و شمال سوریه عملیات نجات قربانیان دو زمین لرزه سنگین روز ششم فوریه ادامه داشت. شماره قربانیان این آفت‌های طبیعی الکی از مرز 4300 نفر گذشته است و میتواند بازم بیافزاید، چون که 10 نفر همچنان در زیر بناهای خراب شده و یا بینامونشان باقی میمانند. زمین لرزه اول با اقتدار 7.8 بر طبق جدول ریختر صبح بر وقت ششم فوریه ساعت 9:17 به وقت محلی زمان رخ داد که اکثر مردم هنوز مست خواب بودند. مرکز این زمین لرزه که بیشتر زمین را در عمق 17.9 کیلومتر لرزاند در نزدیکی شهر تاریخی غازیانتپه در جنوب و شرقی ترکیه جایگیر شده بود. در پی این زمین لرزه سنگین باز بیش از 40 پس لرزه ضعیفتر رخ داد. زمین لرزه سنگین دوم با اقتدار 7.5 بال طبق جدول ریختر ساعت 13:30 به وقت محلی رخ داد. مرکز این آفت طبیعی موضع البستان در ولایت قهرمانمرش در جنوب و شرقی ترکیه بود. بنا به آخرین معلومات رسیده شماره قربانیان این آفت طبیعی 8302 نفر گذشته است. مقامات ترکیه از هلاکت بیش از 2900 نفر و جراحت برداشتن بیش از 15000 نفر دیگر خبر دادند. در سوریه بیش از 1400 نفر جان باختند. تمام شب گذشته در محلهای آفت زده عملیات نجات آدمانی که تا حال در زیر بناهای خراب شده در ماندند ادامه داشت. به گفته شاهدان آنها صدای آدمانی را که در زیر خرابه ها قرار دارند میشنوند. یک ساکن خطای به خبرگزاری ریترز گفت آنها فریاد و ناله میکنند و التجا دارند که ما را نجات دهید، ولی از دست ما کاری نمیآید. ما توان کمک به آنها را نداریم. ترکیه برای کمک به جامعه بین المللی مراجعت کرده است و کشورهای زیادی از امریکا تا کره جهت فرستادن کمک ها و نجات بخشان به محلهای آفت زده اظهار آمادگی کردند. وزارت حالتهای فوق‌العاده ازبکستان با نشر یک ویدیو از فرودگاه تاشکند خبر داد که الکی یک هواپیمای مخصوص را با یاریهای بشری و نجات بخشان به ترکیه فرستاده است. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمون نیز به وزارت خارجه و کمیته حالتهای فوق‌العاده کشورش امر داده است تا مسئله به محل آفت زده فرستادن نجات بخشان تاجیک را به صورت فوری حل و فصل کنند. امیده یوسفووا سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد که تاجیکستان نجات دهندگان خود را برای رسانیدن کمک به مردم ضرر دیده ترکیه میفرستد. امامعلی رحمون همچنین با ارسال برقیه های تسلیت با متن تقریبا همسان به پرزیدنت های ترکیه و سوریه رجب طیب اردوغان و بشار اسد به آنها از نام مردم تاجیک اظهار همدردی کرد.